خداوند گفته بوده است خانه من در روی زمین مسجد است و مهمانان من آن کسانی هستند که در داخل او نماز میخوانند، در داخل او ذکر خدا میکنند. فطوبى لعبد تطهر في بیته ثم جاءني الزائره. خدا میگوید خوش به حال آن بنده ای که در خانه در بهترین صورت طهارت میکند به مسجد حاضر میشود. خدا میگد فطوبى لعبد، خوش به حالش که اگر این اعمال او بنده چکار میکند انجام میدهد، بعد از آن زیارت من میآید. فحق علی المزور ان یکرم زائره. بندگان من، وقتی شما در خاندان مهمان داشته باشید، خدا میگد آیا شما مهمانتان اکرام نمیکنید؟ آیا در پیش مهمانتان بهترین آن نعمتی که در خانه دارین حاضر نمیکنید؟ البته میکنید. فراموش نکنین که شما بندگان من هستین و من هم بر خودم مهمان نوازی دارم. مهمان نوازی من بستانسرای جنت و نعمت جنت است که فقط مرگ در شما سبب شده است که بر پیش من آمده نمیتونین، و ایلا چنگال مرگ در شما زد، شما را من در بستانسرای جنت جا میکنم، از نعمت جنت میخورانم.